بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قوم های محترم، برادران عزیز اسلامی، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما و در شخصیت شما از برای تمام مسلمانان جمهوری و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ مسئلت آن را دارم که پروردگار سعی تلاش ما را، ذوق و رغبت ما را به دین مبین اسلام به خدمت کردن در راه این دین بازم بیشتر و زایدتر سازد و خداوند طاعات و عبادات ما را با وجود آنکه نقصان و کمبودی های زیادی داریم قبول و مقبول گردانیده توشه آخرت ما سازد و پروردگار اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گرداند. آمین. راستی سفر مو بسیار سفری مراق انگیز بود. در ابتدای یک دو کلمه قد جمع بستش کنیم، بعد انشاءالله بعد صحبت خود ادامه خواهیم داد. یک فورم بین المللی بود در پایتخت چچنستان در شهر گرازنی. عازم اونجا بودیم. از بس که خط سیری مستقیم به شهر گرازنی نیست و مسکو پریدیم. رفیقامون هم بسیار شخصای بزرگ بودن، شخصای خادمای دین مبین اسلام، از جمله استاد حاجی اکبر تورجانزاده، برادرمون حاجی نعمت الله، برادر عزیزمون عبدالله رهنما، شاید نامش شنیده باشه. هر کدام در فن خود، در علم خود بسیار استاد و ماهر. واقعا وقتی که همسفرهای خوب در سفر رفتد شخص هیچ وقت اندوهگین نمی شود، حتی خستگی سفر احساس نمی کند. در مسکو یک عده از محبا پیشواز ما گرفتن. برادر حاجی عبدالسلام که واقف شده بود است، بیچاره همراه دو سه نفر از شاگردا اومده است، پیشواز ما گرفتن. اما ما گفتیم که اگه ما همراه این برادرای چچن که و پیشواز آمده بودیم می رویم، شب در مهمانخانه هستیم، صبح زود عازم چچنستان می شویم. بعد انشاءالله گفتیم صحبت باقی و وعده کردیم که نماز جمعه را در مسجد پرسپکت میر اگر خداوند امکان داده باشد در اون مسجد میخوانیم. باور کنه رفتیم چچنستان، خیلی که قفقاز که منظرهای خوش داره، اما همین شهر گرازنی در تلویزیون تماشاش میکردیم، خرابه هاش مثل خرابه های استالینگراد بود. همه دیده بده یا دوره. الحمدلله به شرافت صلح، به شرافت آزادی امروز دیگه او گرازنی پیشینه نیست. خانه های 30 آشیانه و 40 آشیانه در طرف راه فرا گرفته است. مسجد هایی است که در اروپا بزرگترین مسجد ها حساب میشدیم. به نهایت مسجد های زیبا، آزاده، ملک بسیار شکوفان، وقتی مردم خوش، زندگیشو خوب. این مردم هم راستی که من بسیار احترامشو میکنم، وقتی حال خوششو ندیدم، وقتی که زندگی با رفاهیت و پرفرحشو ندیدم، راستی که بسیار خوشنود شدم. از درگاه خداوند مسئلت آن را کردم که پروردگار هرگز دیگر جنگ و نزاع و برادرکشی را به او سرزمین نیارد. واقعا فورم بسیار جالب بود که ما امکان قصه کردن فورم نداشتیم. بعدا به مسکو آمدیم روز پنجشنبه. مقصد نیت آن بود که در مسکو نماز خوانیم، اما
برادر عزیزمون دوملو احکام الدین بچهای سنت پتربورگ تلفن کرده بود که دوملو در مسکو است. زنگ زدن، در تماس شدن، گفتن دوملو اگر امکان باشه سنت پتربورگ بیا، زیرا در سنت پتربورگ ما مسجد خودمون نداریم، یعنی امام خطیب از خود ماست. شاید در او پرسپکت میر اجازه گپ زدن نتیان، روز جمعه است، شغول است، آدم زیاد است. واقعا همه خیلم شد، اما رهبرای مسجد و فکرم که در تشویش ماندن که اگر روزی غیر جمعه میشد اجازت میدادیم، در این روز مشکل تر است. از همین خاطر حاجی عبدالسلام گفتم بلیت بگی، گفتم من میپرم میرم لنینگراد سنت پتربورگ، همین جای صحبت باشه، ما به خاطر صحبت میریم. گفت با شرطی که با بگردی مسکو بیایی. من گفتم وعده نمیتونم اگر خدا خواسته باشه، انشاءالله وعده نمیتونم. راستی روز سحر جمعه سنت پتربورگ رفتیم، از میدان هوایی حاجی احسان برادرمو پیشواز گرفت همراه دوملوی همنامون دوملو عبدالرحیم. راستی همین عبدالرحیما در تاریخ بسیار شخصای خوب گذشتگیان، خدا نگهبانش باشه. کم عبدالرحیم یافت میشود که فاسق باشه، از راه بیروها باشه. همونجا یک برادر نامش دوملو عبدالرحیم همنام ما، خادم دین مبین اسلام، امام خطیب مسجد. در مسجدش غیر مردم سرزمین ما تاجیکستان ما، مردم قفقاز، مردم تتر، باشقیر بسیار به اومدیان. یک مسجد تازه و آزاده. باور کنه وقتی که همت این جوان مردو را دیدم، هر ماه $5000 اجاره پولی میدادیم در مسجد، به خاطر اون که اون مسجد نگه داشته شود و 5 وقت نماز جمعه در مسجد دایر گردد. هر ماه $5000 اجاره پولی میدادیم. گفتم خوشا به حالتون. و دوملا تاکید کرد که همینجا البته که کمک همه میرسه، اما بعضی برادرای هست که اینا بسیار جانفدا هستند، با کمک دستگیری همینا الحمدلله تا به امروز هیچ وقت نشده است که ما اجاره مسجد در وقتش ادا کرده نتوانیم. از جمله هم برادر حاجی احسان نامش گرفت. یک برادر بود است خودش داغستانی، حاجی مرات، او را نامش گرفت که هیچ وقت او از برادرای ما خفا نمیماند، در تمام کار خیر پیش دست است. برادر حاجی اصلدین، برادر حاجی امام علی بای، یک برادر دیگر بود است امیل، من نمیدونم که ملتش چی باشه، هر کسی باشه مسلمان ما است. و برادرها بسیار شخصای دست به خیر گفت قناتی من هستند، کمک میکنن. گفتم خوشا به حالتون، مجاهد حقیقی شما هستی. ما در تاجیکستان نازنین ایستاده مسجدامون پر کرده نمیتونیم. آفرین شما که در مملکت بیگانه، در ملک بیگانه شما توانستید که این قدر مردم جمع بیارید. روز جمعه مسجد پر، مسجد در دیم اتجای، زمینا همه پر شفت، از دو طرف همه مردم صف بگرفته است، نماز بخونده است. واقعا همه دستاورده که برادرای سنت پتربورگی ما دارن شاید در دیگر شهرها به این درجه نباشد، اما الحمدلله در همه جا مسجدها را همه جوانای ما آبادان می‌دارن. اکثر کلی نمازخانه‌های مسجدها جوانای ما هستند. در حقش دعا میکنیم این برادرایی را که در شهر بیگانه ایستاده مسجد خانه خدا را آبادان می‌دارن و مردم به سوی خدا و به سوی شریعت قرار می‌خوانند. خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبان شو باشه. پروردگارا طبق وعده حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در فردوس اعلا، در پهلوی کشک رسول الله صلی الله علیه و سلم از براش قصرها عطا فرما. و او برادرایی که واقعا دستگیری مسلمانان را میکنن محیب هستند، برادر مسلیمان، برادر ما حاجی احسان همراه رفقاش، برادر عزیز مو حاجی شمس الله، شاید حاجی هم نباشه از شوقت حاجیش میگم، جوان مرده که در شهر لنینگراد دکان کتاب فروشی اسلامی تشکیل کرده است. باور کنی اگر هم در دکانش پمیدار و بادرینگ بفروشه شاید چند برابر پول زیادتر بگیره، اما خدمتی در اسلام ببینه دکان کرده است مخصوص دیسکای اسلامی و کتابهای اسلامی سودا میکنه.
این برادران واقعا لایق دستگیری هستند. پروردگار از جمیع بلا و آفات نگهبانشو باشه و خداوند جمیع مراد و مقصوداش را حاصل گرداند و سعادت دارین نصیب و روزی ایشان گرداند. آمین. و یک برادر بود حاجی دلشاد جان، چند مدت شما میدونید نامش بسیار شنیده، بسیار محیب است. این برادر یک وقت ما در همینجا شناس شدیم قطیش حشر اعلام کردیم. در حشر همه بچه‌ها یوشک اومدن طلبه‌های مکتب خون در بینش یک جوان مردی حضربی پهلوان صورت با لباس‌های بسیار فسان، توفلی‌های زیبای قیمت بها در بین سیمنت اومده سیمنت میشوره. همونجا قطعی شناس شدیم. گفتم تو یک طرف بیست، میگو من خدمت کنی اومدم، حشر اومدم. و برادر در روسیه از شنیده است، چند مرتبه زنگ زد که طرف ما نمیای. گفتم نه اکجورا، ما دیگه تابی در مسافرت بسیار ایستادن نداریم، کوشش باید کنیم که نماز جمعه را در مسجد خود بخونیم. در طلب دعا کرده است که دست جمعی دعا کنه که خداوند گناهام عفو کنه. در حق این برادر و در حق تمام برادرای مسلمان دعا میکنیم که پروردگارا هرچی که بنادانی کردیم، هرچی که با وسوسه شیطانی کردیم، خداوند عفو فرما و پروردگارا خط عفو بالای معصیت بندگانت بکش و پروردگارا گناهامون آمرزیده و فردا روز قیامت همراه محبان خویش مشرار مان گردان. آمین. خب اکنون میایم پشت صحبت خود، زیرا صحبت ما بسیار جالب است و بسیار پرمحتواست و ما باید کوشش کنیم که هر چیز زودتر به اتمامش برسونیم. یادتان باشد زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه رو همراه شما صحبت میکردیم. تا سال 38 هجری براتون قصه کردم. خب سال 39 هجری در اومد، وقتی که امیر معاویه رضی الله عنه دید که طرفدارای حضرت علی تا چند ضعیفتر شده ایستادیان، تا چند پراکنده شده ایستادیان، دیگر او غیرت و شجاعتی که در جنگ صفین نشان داده بودند در وجودشون نمونده بود یا در وجود کم اندر کم شمانده بود. از و وقتی که مصر را ضبط کردند و محمد فرزند ابوبکر به شهادت رسید، خیلی جرأتش بیشتر شد. سال 39 الکی خشونها تأسیس داده و به مرز عراق به او سرزمینایی که تابع حضرت علی بدن فرستاد. از جمله نعمان ابن بشیر رضی الله عنه را همراه 2,500 لشکر فرستاد به جانب موضع با نام عین التمر که مکان قبایل بنی تغلیب است. در عین التمر مالک ابن کعب از جانب حضرت علی والی تعیین شده بود، رهبر بود با 1000 نفر سرباز. وقتی که اینو شنیدن که قشون شامی ها می آیند، ببینه بجرعتی را 900 نفرش فرار کردن. مالک ابن کعب همراه 100 نفر موند. به حضرت علی مکتوب نوشت که من نمیدونم دیگه زنده ما را دستگیر میکنی نمیکنی، اما وضعیت بسیار بد است، همه گریخت، 100 شخص همراه مونده است. در مقابل قشون 2,500 دشمن تسلیم نمیشه و که انشاءالله مرگ بر تسلیم شدن اولا میدونم جنگ قبول میکنم. حضرت علی در بالای منبر مردم دعوت کرد که مردم بیای به کمک مالک ابن کعب، اما طلبگاران نادر بودن، کم اندر کم بود. جنگ نابرابر قبول کرد مالک ابن کعب. تا نصف روزی با قشون تا بیگاه حتی تا نماز عصر با قشون 2,500 جنگ کرده است، اما خداوند یک کمکش براش فرستاد. عبدالرحمن ابن مخنف که از بنی ربیعه است با 50 سواره عازم کوفه بود. در راه از همه عین التمر که میگذشت حالا دید که مالک ابن کعب با دشمنان می جنگد، با ندای الله اکبر همه 50 سواره خودشون به قشون شامی ها زدن. این شامی ها گمان کردن که کمک از کوفه اومده است از جانب حضرت علی، دیگر دم خدا کردن گریختن. قشون 2,500
مالک ابن کعب که از شدت جنگ میگه حتی دم شمشیرش گشته بود، از قهر غضب از قفاشو تاخت با اسب. 3 نفر میگه قتل کرد، با گشت اومد دلش خنک شد. یعنی که این خارج شدن اولی شامی ها نابرار انجام یافت و مراداشون نرسیدن. اما معاویه رضی الله عنه آرام نگرفت، باز یک قشون دیگر درست کرد و به سوی انبار فرستاد که اگر انبار را گرفتید بعدا میل کنید به سوی مدائن و همون مالی که بیت المال جمع آورده است ولی به کوفه نفرستادن، همون را بگیره بیوره. آمدن قشون به انبار هجوم کردن، اما دیگه جرأت نکردن به سوی مدائن روند. مال و ثروت زیاد به دست آوردن، قفا گشتن. وقتی حضرت علی را شنید دیگه طاقت نکرد، خودش در اسوار شد، جانب نخیله روان شد. از قفاش اومدن که یا امیرالمؤمنین ما خودمان کفایت میکنیم، تو آرام باش. اما گفت دیگه باور به شما ندارم، شما من او طرف بیستم خودتون را کفایت کرده دیگه نمیتونید. از قفا آمد که دیگه دستگیرشو نکرد، به شام رفتیم. بعدا معاویه ضحاک ابن قیس یک سرلشکر خودش با 3000 قشون فرستاد، باز فرستاد به خاطر خب کشف رزوید که احوال چگونه است، آیا ضعف دارن یا ندارن. اما در مقابلش حضرت علی حجر ابن عدی تمیمی را فرستاد که قشون ضحاک شکست داد، با شکست مواجه ساخت، شبانه گریختند با به شام رفتند. سال 39 با همه جنگ های خرد که از دو طرف انجام میافت به پایان رسید. سال 40 آخران سال خلافت حضرت علی رسید. در ابتدای سال معاویه رضی الله عنه بصر ابن ابی ارطات که از قبیله عامر ابن لعی است، یکی از سرلشکراش است، با 3000 سواره به مدینه منوره فرستاد به حجاز. در مدینه آمدن کسی مقاومت نمیکنه که او مدینه رسول صلی الله علیه و سلم، کو جوان مردایی که در جنگ خندق پیش راه 10-12 هزار لشکر را گرفته بودند، کسی دیگه مقاومت نکرد. حضرت ابو ایوب انصاری صحابی بزرگ پیغمبر که از جانب حضرت علی والی مدینه تعیین شده بود، جرأت مقاومت نداشت، در پهلوش کسی نبود، شهر پرتافت رفت کوفه، نزد حضرت علی اومد، گفت کسی نخیست، هیچ کس نخیست. بصر داخل مسجد نبوی شد، بالای منبر بر اومد، نعره زد، گفت یا بنی نجار، و یک چند قبیله ها را، یا بنی سلیمه و دیگر قوم هایی را که در مدینه میزیستند، یا بنی عبدالاشهل. گفت که او شیخی که من به او بیعت کرده بودم، منظورش حضرت عثمان است، نمیبینه باشه که او شیخ. قسم به خدا گفت اگر معاویه امرم نمیکرد تمام جوانای به بلاغت رسیده تون همش قتل میکردم، تمام بالغا را در مدینه قتل میکردم. اما معاویه امر کرد که به شما کار نگیرم. ولی دیر نشد از گفت بیایی بیعت کنه. این جان خانه سوخته بسیار شیرین است. مردمی که به حضرت علی بیعت کرده بودند، بیعت داشتند، از ترس جان بیچاره اومدند با همه بصر ابن ابی ارطات، یک جاهلی که ای اصلا صحابی پیغمبر نیست، اومدن بیعت کردند. وقتی بنی سلیمه به خاطر بیعت اومد، گفت من شما را نمیبخشم تا زمانی که جابر ابن عبدالله را پیدا نکنه، بیعت نکنه، شما را نمیبخشم. حضرت جابر ابن عبدالله پنهان شده بود. وقتی این سخن رساندنش به نزد مادر ما ام سلمه اومد، گفت مادر جان چیکار کنم؟ من میدونم که این لشکری باقی است، این مردمی ناحق هستند، اما میترسم که جانم او طرف است، فرزندام قتل میکنم، قوم همه را نیست نابود میکنن. ام سلمه مادر ما گفت که برو بیعت که دیگه علاج نیست. من گفت پسرم مرا امر کردم
بیعت کرد. دامادم عبدالله ابن زمعه را، این عبدالله ابن زمعه شوهر همون زینب است، همون دخترچه خورده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی نماز میخواند بالای گردنش سوارش میکرد همون است. گفت رفتم بیعت کردم. و حضرت جابر ابن عبدالله با دل ناخواهم در زیر شمشیر مجبورش کردن بیعت کرد. در مدینه چندی خانه ها را خراب کرد بسر. بعدا روانه مکه شد، به مکه اومد. بعضی از صحابه پیغمبر گریختن از مکه. تاریخ همی است برادران، حکم پروردگار همی است. وقتی به قدر شخصای بزرگ نرسیدی بالا دمی ظالما مسلط میشوند. باید به قدر شخصای بزرگ برسید، باید حق شناس باشید. مردمی که از قفای حضرت علی نخیستند، ببینه زرگوشوار از ترس بصر ابن ابی ارطاد دره به دره گرفته و پنهان نشیدند. در مکه تمام مردم مجبور کرد همه بیعت کردند. از مکه خارج شد طرف یمن، به یمن اومد. در یمن عبیدالله ابن عباس برادر حضرت عبدالله ابن عباس پسرمک پیغمبر والی بود. این بیچاره دیگه زورش نمیرسه، سراسیمه شتابان گریخت. بصر آمد در یمن تمام طرفدارای حضرت علی را قتل کرد، کسی دستگیر کرد. حتی دو پسرک خردی نابالغ از همین عبیدالله بودن، دو پسرک خرد، یکی نامش قسم، یکی جعفر. همون تفلکو را کشت. در خانه یک عربی بدیان، او بیچاره خیست از من یک کنانه. گفت تو شرم نمیداری ای خدا، همین تفلکو چکار کردیم که تو قصد کشتن اینا داری؟ همون تکی از اول مرا بکش. بیچاره شمشیر کشید جوان مردونه. اول بیچاره اون مردی از من کنانه را کشتن، بعد همین دو تفلک سرشون از بدنشون بریدن مثل گوسفند. ابن کامل، ابن اسیر در کامل آورده است، در تاریخ الکاملش میگه همین بصر ابن ابی ارطاد آخرا دیوانه شد، خون او تفلکا میمونه نشد، دیوانه شد. شمشیر در دست میگشت، درختها را دشمن گفته و شمشیر میزد. اخیر شمشیر هم از دستش گرفتن، در دستش یک شمشیر چوبی داده بودن، کودک واری میگشت نمی شاخی درختها را شکسته. به همون دیوانگی از دنیا رفت. وقتی که گپ به حضرت علی اومد از این واقعه با خبر شد که دو تفلک کشته است، در حقش دعای بد کرد که خداوند جوان مرگش بکشه، این بدبخته که توی درجه را ظالم بدست. بعد از بالای منبر گریان گپ زد که شما را صدقه جوان مردی کنه، ای کاش که من در بین شما نمیشیدم، ای کاش که بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و شیخین منم از دنیا می رفتم، شما نوجوان مرد بده، شما بی غیرت بده. و 3000 نفر خیستن طرفدار شدن که میریم تحت سرپرستی جاریه ابن قدامه و عازم راه شدن. اول آمدن به یمن، بصر گریخت نوجوان مردانه، بصر جرأت نکرد جنگ کنه، گریخت. بعدا عازم مکه شد، مکه را رفت گرفت و مردم مکه گفت شرمنده ها بیعت نمیکنه، شما با بصر بیعت کرده و با علی نه. همه وقت آوازه شده بود که حضرت علی به شهادت رسیده است. گفتم با کی بیعت کنه؟ امیرالمؤمنین شهید شده است. گفت به حسن بیعت کنه، به هر کسی بیعت کنه که مردم کوفه بیعت میکنن. مجبور شو کردم بیعت کردن. این شرمندگی را ببینه. مردم دیگر به درجه ضعیف ایمان شده بودن که همه بیعت شدن مثل دستک واری عوض میکردن، پرچتکه واری. از اونجا با مدینه اومد، تمام مردم مدینه را امر کرد که برای حسن بیعت کنند. برای حسن بیعت گرفت از مردم مدینه. بعد بازگشت اومد، اما در این بین حضرت علی به شهادت رسیده بود. گفتیم که حضرت علی در جنگ نهروان گروه خوارج قتل کرد. وقتی از حد گذراندن و تجاوز کردن،
از میانشون همگی 7 نفر زنده مونده است، با بعضی روایات 9 نفر دیگر همش از نمی شمشیر گذروندن. و همون پیرو و هواخواهاشو در دل قصد علی داشتند، دشمنی علی داشتند. یک روز 3 نوجوان مرد از همین خوارج جای جمع بدن، از زمانهای گذشته قصه میکردن با سوز و گداز که فلانی را کشت علی، فلانی را کشت علی، فلانی در فلان جنگ شهید شد، فلانی فلان شد. و گفتن که نه خب برادرای ما کشته شدن، ما مثل زن آرام شینیم، قصاص برادرامون نگیریم. یکی از میانشو با نام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در ابتدا میگن از بنی تمیم بود، بعدا به بنی کینده رفت، هم پیمان شد. این بدبخت گفت حضرت علی در ذمه من، علی را من میکشم. یک نفر دیگه با نام بورک ابن عبدالله تمیمی گفت من معاویه را شرش از شما کفایت میکنم. خب شریک سوم شو عمر ابن بکر تمیمی گفت که من مصر میروم و عمر ابن عاص به هلاکت میرسونم. هر سه گپ زنان کردن، تاریخ هم معین کردن که در روز 17 رمضان پیش از نماز بامداد، بعد دمیدن صبح صادق در ماه شریف رمضان، گفتن همین کار یک بار در یک روز هر سه ما انجام میدیم. و این بدبخت عبدالرحمن ابن ملجم با اقرار خود به 1000 درهم شمشیر خرید و مدت 40 روز او شمشیر را در زهر میگذاشت هر روز که خوب زهر را بگیره در خودش، در زهر حلاهیل. اومد به کوفه، منتظر نشسته بود که کی میعاد میآید. در این بین یک روز جای نشسته بود، یک زن اومد، بسیار زنی صاحب جمال با نام قطام. و این زن قطام ابن جهنه نمازخوانی اومده ایستاده است مسجد، دید گفت این کی است این زن قدر زیبا؟ گفتن این یک زنی مصیبت زده است، در جنگ نهروان حضرت علی پدر و برادر ایرا کشتگی است. دیدش بسیار صاحب جمال، اومد نزدش خواستگاریش کرد. زن گفت 3 شرط دارم، اگر همین 3 شرط اجرا کنی من راضی هستم، میگیرم. پرسید کدام شرط؟ گفت اول 3000 دینار مهریه میتی، دوم یک کنیزک یک غلام برام هدیه میکنی، سوم حضرت علی کرم الله وجهه به قتل میرسونی. این بدگهر گفت من خودم به همین خاطر اومدم، تا حاضر را به کسی اقرار نکردم، نه که خاطر آسوده باشم، من به همین خاطر اومدگیم. 3000 درهم داد، 2 غلام همون کنیزک غلام داد، اینا نکاح کرد، گرفت بدبختی قطامه. ببینه این کینه تا کدام درجه در منسوز است. دشمن اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان، بیهوده نگفتی هم بزرگان. یک زن ببینه تا کدام درجه را کینه داره در دلش. و مرد را با نام وردان از قبیله خود، از قوم خود آوردش، گفت اینمی کمکت میکنم. همچنین یک راهزن بدبخت دیگر بود با نام شبیب، او را دعوت کردن، گفتن یک کاری خیر است، بیا اشتراک، هم نامت میبروی و هم صاحب مال و ثروت میشه. گفت چی کار است؟ گفتن همین حضرت علی را میکشیم. گفت خاک در سرت، آدمی دیگه نیفتی، کسی جرأت نمیکنه به علی نزدیک شوه، اینا چه خیلی با میکشیم. بدبختی عبدالرحمن گفت در داخل مسجد حضرت علی با شمشیر داخل مسجد نمیشوه، ناخواست میزنه باشه. صبح نقشه همو کشیدگی است. اما این بدگهر هم راضی شد. صبح روزی اکه حضرت علی آگاه بود، میدونست که شهید میشوه، به درجه دیگه دلش مانده بود از مردم که بسیار دل خرش شده بود.
مرگ آرزو میکرد حضرت که از همه زندگی با این نوجوان مرد و بغیرت ها مرگ برای من اولاتر است. یک حدیث است امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین روایتش کرده است از حضرت علی رضی الله عنه و امام ذهبی در تلخیص موافقت میکنه با امام حاکم، یعنی حدیثی صحیح است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بار به حضرت علی مراجعت میکند و میگوید الا ان الامه ستغدر بک بعدی، آگاه باش یا علی که امت بعدی من به تو خیانت میکند و انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، تو به ملت من زندگی میکنی و طبق سنت من به خاطر دفاع از سنت من به قتل میرسی، به شهادت میرسی. من احبک احبنی و من ابغضک ابغضنی، هر کسی که تو را دوست داشت مرا دوست داشته است و هر کسی که با تو دشمنی ورزید با من دشمنی ورزید است. در یک روایت اومده است که با پیغمبر دوام میده که و من احبنی فقط احب الله یا احبه الله، هر کسی مرا دوست می‌داره او خدا را دوست می‌داره یا خدا او را دوست می‌داره. بعداً حضرت گفت ستخذب هذه من هذا، سود است که ریش نشان داد، همین ریش گفت از سرت به خون آلوده می شود، یعنی ضربه را در سر میخوری. یکی از معجزات حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بعد وفاتش واقع شد. حضرت علی میدونست، حتی بعضا غضبش میکرد، میگفت کو همون شرار، کو همون قاتل ابله چرا تأخیر میکنه، چرا کار تیز تمام نمیکنه که زود به وصال خدا برسه. در همین صبح 17 حضرت فرزنداش از خواب بیدار کرد، بعد نماز تهجد رمضان بود، بعدا به نماز اومد، از در مسجد وقت وارد شد گفت الصلاة الصلاة، به نماز بیایه، به نماز آماده شوه ای مردم. همه وقت هجوم کردن، اول شبیب زد ضربه، حضرت خچه قفا کشید، شمشیر در زد، در تخته در خورد. اما این بدبخت ملعون از این طرف بود، در قرن حضرت در پیشانیش از پیشانی بالاتر در همه اوبکی سر به شمشیر زد، به شمشیری که با زهر آمیخته بود. در یک لحظه خون تمام روش فرا گرفت. این بدبخت شبیب گریخت، از فرصت استفاده بود، در میان مردم آمیخته شد گریخت، وردان تا خونش گریخت. اما یک شخص از حضرموت از قفاش اومد در خونش قتلش کرد. اما عبدالرحمن ابن ملجم دستگیرش کردن، میخواستن پارش کنن، اما حضرت علی معنیشو کرد، گفت آرام باشه، ما حق نداریم. گفت اگر گفت به شهادت رسیدم، به حضرت حسن فرزندش گفت که به همین شمشیر خودش بدبخت قتل کرد، اما اگر به شرطی که زنده ماندم من خودم خطیش صحبت میکنم. خون از سر روش میریخت. حضرت با عبدالرحمن ابن ملجم مراجعت کرد، گفت بدبخت، گفت مگر من در حقی تو نیکی نکرده بودم؟ گفت بله. تو به سعادت؟ گفت چرا این کارا کردی؟ به چی خاطر؟ گفت گپ بسیار نکن، من این شمشیر 40 روز در درون زهر گرفتم، اگر گفت یک شهر به همین ضربه بزنم همش بمیرم، مهلتت بر شمار است، اگر یکم وصیت داری وصیتو تبع کن، گپ بسیار نکن. و حضرت وصیت تاریخی خود کرد. در همون حالت خونش آوردنش، جیانش جعده ابن حبیره پسر امیهانی پسر اپاش پیش در آورد، گفت نمازی مردم بخوان. خودش آوردن در خونه. با بعضی روایات
روز جمعه شب شنبه تا صبح تا شب یک شنبه را زنده بود. و بعضی روایات همون روز میگن جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما وصیت کرد. باور کنه وصیت چه میخونه گریان میشه. وصیت از مال و ثروت دنیا نه، از جاه و منصب نه، از تقسیم مال نه. وصیت از نماز است، وصیت از روزه است، وصیت از حج زکات است، وصیت از صدقات و خیرات است. وصیت به این است که حق خدا را همیشه از همه بالا بداره. حضرت با تاکید میکنه الصلاة آگاه باشه، نماز ترک نکنه، نماز ترک نکنه. فانها خیر موضوعه، نماز بهترین چیزی است که خدای تعالی در روی زمین وضع کرده است. و صیام فانه جنه، روزه را بداره که این روزه سپر است برای شما، از تمام بلاها نگهتون میداره. و زکاه و صدقه فانها تخفئ غضب ربی، زکات مالتون بتین، صدقات بتین، زیرا غضب خدا را فقط زکات و صدقات میتونن که خاموش کنن. بعد امام حسن و امام حسین تاکید کرد که پسرای کلان من شما هستید، دو درکاتون خشرو نگاه کنید، حریم پاک ما را آلوده نکنید. و محمد ابن حنفیه پسرش در پهلوش بود. سبحان الله. با محمد گفت بچه جان، گفت ایو مولای تا هستند، ایو رهبرای تا هستند، هم برادرای بزرگت هستند، هم حق دارند در بالای تا، اطاعت اینا را کن. و به امام حسن و حسین گفت شما میدونید که من محمد دوست میدارم، محمد دوست میدارم، شما هم دوستش بدارید. نکنه که مثل بعضی ظالما دادرکای خورد ایختون ترک کنه، هرگز برادراتون را ترک نکنه، به جایی که رفتی همراه ببره. همین نصیحتی پدر را گرفتند حضرت ها که وقتی میخوانیم حرب کربلا را، در حرب کربلا قریب اکثری کلی فرزندای حضرت علی به شهادت رسیدند، زیرا حضرت امام حسین یگان تشنج گذاشت. غیر محمد ابن حنفیه که به سفر برآمده بود، همه را دیگه خطش گرفته بود، خواهراشا برادراشا هم همراهش بود. و حضرت شبانه گرانده شد. حضرت علی در مسئله موضعی که گرانده شده است اختلاف فی حد بسیار است. خطیب بغدادی چندین روایت ها را آورده است با اسناد. با یک روایت که روایت صحیح تر است، میگن حضرت علی را شبانه فرزنداش امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر پسر برادرش شستند بر قصر الاماره، دار الاماره، در همون مکانی که زندگی میکرد در حولی خلوت گراندنش. در یک روایت دیگر اومده است که از طرف قبله، از طرف محراب مسجد، از پشت مسجد شبانه بردن، پیش از او که مردم به نماز بامداد بیایند حضرت گراندن، اما موضع قبرش پنهان کردن، از ترس همین خوارج ملعون که مبادا آمده و قبر نکنن مرده را برآورده، با همون مرده مقصد ظلم و ستم نکنن. بدبختای فعل داشتن، قبرها را میکندن، مرده ها را آتش میزدن. لعنت خدا بر ایشان باش. در یک روایت دیگر اومده است که بیرون از کوفه خارجش کردن، در یک موضع پنهانی گراندنش و همون موضع را غیر فرزنداش کسی نمیدانست. حتی خطیب یک روایت دیگر آورده است که میگه امام حسن و امام حسین حضرت علی را بالای شتر بار کردن، در یک صندوق گذاشت بودنش، در یک تابوت، و به مدینه منوره برده و در پهلوی مادرش و بی فاطمه گراندن. این روایت هم است.
با یک روایت دیگر اومده است که وقتی که میبردنش در راه شتر ناخواست تور گریخت، شتر شب گم کردند. شتر به یک گروه از قبیله بنی تی افتاد. اونا گمان کردند که در داخل صندوق زیور است. وقتی پایونش کردند دیدند یک شخص نورانی در داخل تابوت خواب است. گرفتن در خاک گذاشتنش، گورش کردن قبرش، کسی نمیدونه که در کجای. و خطیب و دیگر بزرگا ابو نعیم اصفهانی و تمام معارخ‌های بزرگی الحمدلله اهل سنت و الجماعه تاکید میکنن، از امام طبری شروع کرده میگویند همین قبری که ولی در نجف است و میگن مرقد حضرت علی است، همین به ثبوت رسیدگی نیست، بلکه حتی ظن زیاد است، گمان زیاد است. بعضی ها یقین هم کردند که این قبر مغیره ابن شعبه رضی الله عنه است. در این موضع حضرت مغیره گرانده شده است. روایت میکنن از مطر که گفت اگر ایومه دانستن که در اینجا قبری کی است، قبر از هم شب میکردن، اما بیچاره نمیدونن، همه غلو کرده و بالای همه قبر گرفتن، همه را مرقد حضرت علی گفته. بعضی متعصب احمقش حتی از کعبه و از همه بالاش میدونن. نعوذ بالله.